سلام محمد جون. من واقعا یه عذرخواهی بهت بدهکارم، خیلی نوکرتم آقا کلباز، ببخشید من یه چند روزی نتونستم با شما. چشم محمد جون نوکرتم. آقای من اون شب بهت گفت آره رفیقم بود، این برعکس و نمیدونیم چجوری شده که این تصادفا خورده تو تیریف ما و رفیقامون. آره اون شب یه بچه ها زنگ زده بود، خیلی هم دوست داشتنی بود، برام عزیز بود، گفتن که ماشین بهش زده بود اینا، بعد گرزه تمام کرده بود. دیروزم حالم واقعا خیلی بد بود. بعد الان یه روز در خونم رو بچه ها بسته است، بعد دیگه داشتم به هم میریختم، اصلا هم داشت به هم میریخت. گفتم به رفیق خودم محمد جون عزیزم زنگ بزنم کمی صحبت کنیم آروم بشم. جون جونم جونم من 180 تا تقریبی دارم میگم، چون من از حالم خوش نیست. ببین صورتم گرد و خلخله به قول خودمون، خب بعد چشمام قهوه‌ایه، به قهوه‌ای میزنه، ابروام کمونیه، صورتم توپل و توپره، موهام یک رو به بالاست مثل اون بازیگری که بهت گفتم. دماغم قلمی، یعنی بزرگ و پس و پهن نیست، یه کمی هم نوکش به بالاست. لبام قیتونیه، یعنی خوشگله، چی یعنی کشیده است. شونه معمولیه، من تقریبا موزونه، همه چی موزونه. چی فراتم من دیگه گفتم یه بار یه هیکلی هم سینه سپر، من ورزشکار بودم، ورزش میکردم، سینه‌ام تو پر کارسینم، پاهمم رونام تو پر و تو پله، ساق پاهم به صدا ساق دارم، قشنگ تو مشت میاد، یعنی پوست بدنم سفیده. بدنم کموه، ولی خب من بیشتر وقتا میزنم، خیلی موهاش کمه. سالانی محمد جون، رنگ سیاه قهوه‌ای خوب یادشه فرات شب. آره مال تو چیزی محمد جون؟ گرده یا خورتونیه؟ مخروطیه؟ میگم برا تو گرده یا مخروطیه سرش؟ چرا محمد جون؟ دوست دارید اگه تو شهر بودیم میخوابیدم رود؟ نوکرتم یه بار دیگه بگو. از من میپرسی؟ خیلی دوست داشتم، خیلی محمد جون، میذاشتم با پاهات بالا پایین میکردیم. منم دوست دارم محمد جون. تو آمریکا که میشه، مشکل نداره که.
حالا یعنی میخوای مثلا دینی باشه؟ آره خب محدود میشدم، خیلی محدود میشم، ولی چون تو هستی آره، یعنی احساس میکنم خیلی تا اینترنت خواستنیه، ارزش داره. تو آره با ازدواج میکنم محمد جون، ولی منو خوار میکنی. منم دوست دارم محمد جون، نوکرتم. با بیشتر یه تریلی میخوام محمد جون. محمد جون میگم که خیلی منو به سکس فرو بردی، میخواد با هم تلفنی ازدواج کنیم؟ اون حرفی که زدی و من چون واقعا به هیچ دختری علاقه ندارم، هر چی فکر میکنم به هیچ دختری علاقه ندارم، میگم اگه میشه دینی هست با هم ازدواج کنیم. من وقت من شوهرم و به دویم وقت تو میشه همسرم باشه. میشه ازدواج کنیم الان؟ آره خب دوست دارم، اگه تو فکر میکنی اینجوری دینی میشه خب دینیش کن. یکمی بلندتر برام حرف بزن، سلات کم. تو وکیل منی محمد جون. بگم برای چی مهر میکنم؟ بگم یه چیز کلوف تحرید میکنم. یه چیز کلوف. خب تو یه کاری بکن، نمیدونم من که اونجا، تو یه خودکاری الان به من هدیه کن، من همونو مهرت کنم، خوبه؟ میشه اینجوری؟ بعد برات بفرستم. خب ببین من الان یه خودکار رو میزمه، نوع هم هست، 500 تا 1 تومانی خریدم، اونو مهرت میکنم. قبول کردم مجون؟ خب بخون دیگه، ولی یه شرط داره، شبا باید پیش کسی نخوابی باشه؟ آره منظورم اینه که یعنی به من خیانت نکنی و خیلی طول میکشه، خیلی طول میکشه. چند لحظه بخون، دوست دارم بشنوم، بلند بخون. بله قبول کردم محمد جون. الان زنشوهر شدیم. محمد جون بیا رو پام بشین، یه بوس بده دیگه بریم بخوابیم تا فردا. بیا رو پام، بیا تو بغلم. آخ جان قشنگ، بذار روش، گذاشتی روش، بذار یه بوس لبات بگیرم. نوکرتم من نوکرتم. خب خیلی دوست دارم من. فردا عزیزم مراقب خودت باش، فردا شب 11:30 منتظرتم. نوکرتم. کاری با من نداری؟ خدا حافظ.